چند تن از مهاجران تاجیک با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف نوریدین سعید خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایما در مجلس‌های مکتبی فرزندان خود شرکت کنند. این پدران که ماه و سالها دور از خانواده و فرزندان قرار دارند در نامه خود به وزیر معارف و علم گفتند با امر تقدیر آنها امروز در مهاجرتند، ولی از فاصله 4000 کیلومتر دوری میخواهند در جریان تحصیل و تربیت فرزندان حضوری بیشتر داشته باشند. عبدالرحیم سفرزاده یکی از مؤلفان این نامه که سالهاست در روسیه کار و فعالیت دارد میگوید 3 فرزندی مکتب خوان دارد و آنها در صحبت‌های تلفنی به او تاکید معلمه ها را میرسانند که میگوید باید این بار در مجلس والدان پدرشان شرکت کند. عبدالرحیم میگوید او هم میخواهد پیوسته از جریان تحصیل فرزند آگاه باشد، اما تا زمانی بازگشت کار کردن نمیتواند. بهترش که با پلانشت و کامپیوتری که خوانندگان داده می شود البته اجازه داده شود. مثال فکر معلم رو ما میفهمیم و فکر معلم فکر ما رو میفهمد و ما همین رو مکتوب کرده به وزارت معارف روان کردیم. والدان در نامه خود به وزارت معارف همچنین پیشنهاد کردند با فراهم آوردن شرایط در صنفخانه‌های مکتب بعضا برایشان امکان دهند تا دور از کشور در جریان درس‌های فرزندان در مکتب طریق آنلاین شرکت و او را نظارت کنند. با گفته آنها این اقدام در بالا بردن سطح دانش خوانندگان و مسئولیت آموزگاران هم مساعدت خواهد کرد. عبدالرحیم سفرزاده پدر مهاجر میگوید اکثرا در رسانه‌ها و گزارش سازمان‌های کار با کودکان از پدران مهاجر شکایت می شود که در تربیت فرزندان خود نقش مؤثر ندارند، اما میگوید او حالا پدرانی هم کم نیستند که با وجود دوری تلاش میکنند فرزندی خوب به وای رسانند. اون میخواد که آینده فرزندی او مهاجر نشود. بسیاری مهاجران را ما میدونیم که با طریق اینترنتی با فرزندان خود درس میگویند. به نامه مهاجران درباره فراهم آوردن امکانیت برای شرکت فاصلوی پدران مهاجر در مجلس‌های مکتبی و در جریان درس‌های فرزندان وزارت معارف هنوز پاسخ نداده است و به گفته مسئولین این نهاد آنها هنوز چنین نامه هم دریافت نکردند. اما برخی از آموزگاران و مدیران مکتب‌ها که معمولاً در دعوت پدران به مجلس‌های مکتبی مشکل می‌کشند از عملی شوی چنین اقدام‌ها جانبداری می‌کنند. بابا مراد تاشف مدیر مکتب رقم 67 ناحیه رودکی میگوید بعضی مسائلی هست که باید با پدران خواننده ها مطرح شود و حضور پدرحلیان را آسان‌تر میکند. بیشتر در مجلس پدر و مادران از دهه ما مادران شرکت می‌ورزند. خوب میشد که در یک مجلس اگر مادر بیاد در دیگرش پدر بیاد وقتی افتاد، چون که بعضی مسائل هست که البته تشویق پدر خوب است که پدر باید داند. پیشنهاد مهاجران در مورد شرکت آنلاینی در مجلس مکتبی در حالی است که در تاجیکستان سر از سال 2012 استفاده تلفن در مکتب ها منع است. مشکل اصلی در راه عملی شدن پیشنهاد پدران مهاجر برای حضور آنلاینی آنها در جریان درس و مجلس های مکتبی به گفته تحلیلگران پیوست نبودن مؤسسه های تعلیمی به اینترنت و همچنین تأمین نبودن با فناوری های دیگری اطلاعاتی است. اما مسئولین مقامات معارف میگویند حال حاضر 1800 مکتب در کشور با اینترنت پیوست است و آنها با تهیه یک برنامه نو دسترسی سراسری مکتب‌ها با اینترنت را در نظر دارند. بابا کلان غیورов معاون رهبری مرکز جمهوری تکنولوژی‌های اینفورماسیونی در نزد وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید آینده وقتی که مثلا تمامی مثلا مؤسسه تعلیمی صنفخانه‌هایش با شبکه اینترنت پیوست میشوند، با تجهیزات‌های تکنیکی پیوست میشوند، می توانیم که تمامی مثلا درس ها مثلا مشورت ها همش طریق فاصله‌ای گذرانده شود. تلاش پدران مهاجر برای شرکت در جریان درس و مجلس های مکتبی فرزندان خود در حالی است که در گذشته چندین سازمان از تاثیر بد مهاجرت به ویژه دوری پدران در تعلیم و تربیت فرزندان گزارش ها داده بود. از جمله مموریال، یک سازمان حامی حقوق مهاجران در روسیه، در گزارش خود ماه ینوری سال روان گفت مهاجرت کاری بیش از هر کسی دیگر به وضع کودکان در تاجیکستان تاثیر گذاشته است.